بچه هم تو که میبینید این شیدری که بهتون دارم نشون میدم خیلی باحاله، اصلا روی نور تاثیر نداره، فقط و فقط روی تکسچرها و مثلا تصویرها اینا فرق داره که خیلی باحاله. ماینکرافتتون رو واقعی تر میکنه، میدونی انگار داری ماینکرافت 4K بازی میکنی. کیفیت چوبا رو دارید میبینید بچه‌ها خیلی باحاله. الان مثلا دارم چیزی میسازم، آجر و حتی کرافتینگ تیبل و حتی چوبی که دارم میسازم خیلی فرق کرده، همونطور که میبینید ناکن چوب چرخ کیفیتش بالاست. کرافتینگ تیبل حتی وسایل داخل کرافتینگ تیبل مثل بیل، پیککس، نمیدونم تبر، کلی از اینا ناکن چقدر واقعی شده، خیلی باحاله بچه‌ها. این مود و تبرشون ناکن چقدر واقعی شده. این مود اگه بخواید با یه مودی که نور پردازی داره ترکیبش کنید فوق‌العاده خفن در میاد، مثلا مودی که بهتون گفتم. و این نمیدونم از نسخه چند پشتیبانی میکنم، میدونم که از جدیدترین نسخه ماینکرافت پشتیبانی میکنه، فکر کنم حالا از یک 19 تا به بالا فکر کنم پشتیبانی کنه، ولی بازم نمیدونم، ولی نمیدونم که 100% همون نسخه جدید ماینکرافت رو پشتیبانی میکنه. کیفیت چمن و خاک‌ها دیگه پیکسلی نیست، واقعا واقعی شده، خیلی باحاله. انگار داری آرتکسش رو بازی میکنی، مثلا دایمندا، آهنا، امرالدا، همین آهنی که الان هست مثلا سنگا رو نکن چقدر واقعی. من اول یکم سنگ میکنم که بتونم پیککسمو سنگی کنم و براتون آهن بکنم، خیلی واقعی تر شده. بچه‌ها نکنید حتی اون که خوردش هم میکنین ترکایی که داره هنگام خورد شدنش به وجود میاد چقدر واقعی شده بچه‌ها. به اینا شیدر میگن، ولی خب نمیشه گفت شیدر بیشتر اون چیزی که میگن که نور پردازی رو بهتر کنه، گرافیک بازی بره بالا، ولی خب این تکسچر رو تصویر رو میبره بالا، نور بازی همون. الان خب من برم یه دونه پیککس سنگی درست کنم. بله بچه ناکن، الان زامبی ها رو ناکن بچه چقدر واقعی شده، ناکن و اون زامبی دریاییه و کلیپر ناکن چقدر بالا بچه ها عوض شده و یه سری دورش اومده. زامبی هم حتی خیلی تغییر کرده، اینو مثلا موبا ازش تغییر کنه، مثلا بچه اندرمن خیلی باحال شده، ولی خب دراگون همونه فکر میکنم. اسکلتون هم باحال شده بچه‌ها، ناکن میخواد تیر بگیره قشنگ تیرو میگیره، خیلی باحاله. البته این یه مود جداست که من مردم. اگه ویدیو رو دوست داشتید دنبال کنید و بچه‌ها این که بهتون بگم برای دانلود این شیدر پک بیایید توی کانال روبیکای من، اسم کانال روبیکای منم توی بخش توضیحات کانال هست، برید اونجا برش دارید و حتی آموزش نصبش هم دادم، خیالتون راحت کاری نداره، برید و عشق کنید که واقعا خفنه و تجربه خاصی داره. دیگه حرفی نمیمونه بچه، فعلا خدا نگهدار.